حضرت عبدالله ابن مسعود یک چوپان است. یک چوپان بود در کجا؟ در شهر مکی مکرمه گوسفندای فرد بنام عقبه ابن ابی معیط میچرانه در صحرا، در کوه. از نظر ما فکر میکنیم که پایین ترین فرد چوپان است. عبدالله ابن مسعود یک چوپان است، چوپان عقبه ابن ابی معیط است. مبلغی از دنیا برایش میداد و گوسفندان ابن محیط میچران. مگر روزی از روزها در بیابانی از مکه بودم. عبدالله ابن مسعود در کوههای مکه گوسفند میچراند که ناگه چشم حضرت عبدالله ابن مسعود می افتد که خورشید جهانتاب نبوت جناب رسول اکرم صلی الله علیه و سلم با یار غارشان ابوبکر صدیق در داخل این بیابان و کوه پیش حضرت عبدالله ابن مسعود می حضرت عبدالله ابن مسعود مصروف چرانیدن گوسفند هاست. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به حضرت عبدالله ابن مسعود اشاره کرد که ای عبدالله، اشاره کرد که آیا شیر داری که با من ابوبکر بدهی که ما گرسنه هستیم؟ عبدالله ابن مسعود گفت که یا محمد، شیر دارم ولی از طرف بادار خود اجازه ندارم، از طرف مولای خود اجازه ندارم. امین هستم، امانت دار هستم، باید که مال را حفظ بکنم. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم سردار دو جهان نبی رحمت به عبدالله ابن مسعود که چوپانش برایش میگویند که آیا گوسفند هست که شیر نداشته باشه؟ حیوان هست که شیر نده خشک باشه؟ گفت بله یا محمد. میگه یک گوسفند در آورد پیش رسول الله، رسول پاکیزه اسلام صلی الله علیه و سلم دست نازنین مبارک خودن بر پستان حیوان خشک میکشن، با قدرت خدا شیر سرازیر میشه، شیر میریزه، حیوان خشک از خوش شیر سرازیر میشه. رسول الله صلی الله علیه و سلم با جناب ابوبکر صدیق شیر می نوشن. عبدالله ابن مسعود میگه میدیدم که شیر انوز از پستان حیوان میریزه. رسول پاکیزه اسلام صدای خدا بلند کردن که بس است. گفت با مجردی که رسول الله گفتن بس است، جا در جا خود شیر میسته دیگه از پستان این حیوان نمیریزد. میگه اینجا رسول الله صلی الله علیه و سلم این معجزه کوچک حضرت عبدالله ابن مسعود میبینه، ولیکن میل از رسول الله در دلش پیدا میشه. مدت کمی تیر میشه، شیشمین فرد است. بلند میگیم چندمین فرد؟ شیشمین فرد است که می آید به محضر جناب رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگوید اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. با رسول الله ایمان می آورد.